الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا إنك أنت الرحيم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل. الها تو خالق ما هستی، تو رازق ما هستی، تو متصرف ما هستی، تو مالک ما هستی. یا الله، ما عاجزانه خاشعانه این دستها را به سمت تو بلند کردیم، از تو می طلبیم. ربا، این دستهای گناهگارها را خالی واپس نکن. هر پیشنهاد، هر مرام و هر مقصودی که ما داریم به ذهن و فکر و قلب ما هست، ربا دهنی بروزه هستی. میپذیریم که با تمام کاستگی ها، با تمام تقصیرات ما رمضان را سپریم. از تو میخواهیم به سمت کوتاهی های ما نظر مکن، به سمت تقصیرات ما نظر مفرما. الها، تمام خواسته های مشروع ما را برآورده خیر بگردان. یا الله، یا الله، تمام مریض های امت اسلامی را، خصوصا عزیزانی که طلبگار دعا می شوند بارها به داخل کشور بستر است، بیرون از کشور بستر هستند، در شفاخانه مرکزی ولایتی ما بستر هست، در منطقه ما مریض هست، خصوصا کسانی که در این حلقه درس ما مریض هست. ربا، خودت از شفاخانه غیبیت به اونها شفای عاجل و کامل نصیب بکن. ربا، کسانی که قرضدار و دیندار هستند، جوانها بارها پیام میکنند که ما قرضدار هستیم. ربا، تمام بندگانت را از قرض بندگان خلاصشان بفرما. الها، هر مادر ما، هر خواهر ما، هر برادر ما، هر عزیزی ما، هر مشکلی که داشته باشد، خودت میدانی، خودت علام الغیوب هستی، خودت از قلبها، از زندگی ما بیشتر میفهمی. ربا، مشکلاتشان را خودت به فضل و مرحمتت و مهربانیت برطرف کن. یا الله، به داد ملت مظلوم محروم برس. الها، یا رب، مرده های ما را، شهدای ما را ببخش، جایگاهشان را به بهشت فردوس بگردان، با انبیا و صدیقین و شهدا و صالحین محشرشان بکن. ربا، از تقصیرات مردگان ما بگذر. الها، ماه مبارک رمضان هست، یقین ما است که تو ما را میبینی و صحبت های ما را تو میشنوی. یا رب، یا رب، خواسته های ما را برآورده خیر بفرما. یا الله، یا الله، در جمع ما اطفال معصوم حضور دارند، در جمع ما رشته فدا هست، در جمع ما طلاب مدارس هست، در جمع ما علمای کرام هست، حفاظ کلام خودت هست. یا الله، اگر ما گناهگار هستیم، ما چیزی نیستیم، ما پیش تو بی ارزش هستیم. پروردگارا، به برکت این جمع بزرگ ما را در جمع صالحین خودت قرار ده. پروردگارا، ما را ببخش. یا الله، ما را در این دنیا داخل قبر و در صحرای محشر رسانه کن. یا الله، ما را رسانه کن. ما طاقت رسوایی این دنیا و اون دنیا را نداریم. پروردگارا، گناه کردیم، تو را از خود ناراض کردیم. روز گناه کردیم، کسی گفتیم خبر نشد. در شب گناه کردیم پنهانی، گناه صغیره و کبیره انجام دادیم. ربا، در ماه مبارک رمضان قرار داریم. الها، یا الله، یا الله، گناهان ما را ببخش. یا الله، ما با تو عهد میبندیم که دیگه گناه نمیکنیم.